اینها نوکر لازم دارن. جمهوری اسلامی عزت خود رو به رخ اینها کشیده، اینا نمیتونن تحمل کنن. اینا میخوان حکامی وجود داشته باشن که پولشون رو بگیرن، امکاناتشون رو ازش استفاده کنن، دستور اونها رو اطاعت بکنن، هر وقتم که اونا میل داشتن اینا عوض بشن. مثل اینکه یک روزی انگلیس‌ها همین نقش رو در منطقه داشتن، یه روز رضاخان رو آوردن، یه روز هم رضاخان رو مایل بودن به دلایلی ببرن و بردن و پسرش رو سر جاش گذاشتن. اینا این رو میخوان. متاسفانه در کشورهای خلیج فارس، در کشورهای منطقه غرب آسیا این حالت در بسیاری از کشورها وجود داره. اینا در مقابل آمریکا خاضعن، خاشعن، چی انسان بگه، مثل عبد ذلیل. همین 2-3 روز قبل از این ترامپ یک نامه‌ای نوشته است به رؤسای کشورهای خلیج فارس که این نامه رو ما توانستیم دست پیدا کنیم و ببینیم. در این نامه به اینها میگه که باید همه‌تون متفق بشید، باید این کار